مطمئن هستم بعد از این آموزش شما نگاهتون به یقه 3 سانت کاملا تغییر میکنه. سلام دوستان، وارد بحث یقه های 3 سانت شدیم و چون این بحث واقعا یک بحث جامع و کاملی هست که اگر بخوایم یک آموزش درست و اصولی بدیم و در فضای اینستاگرام ما تایم لازم رو نداریم که به این شکل آموزش رو داشته باشیم، من این آموزش رو ارجاع دادم به کانال تلگرامی تا بتونم بهتر و واضح‌تر راجع به این یقه صحبت کنم. یقه 3 سانت از پرکاربردترین یقه هایی هست که میتونیم روی لباس های زنونه ازش استفاده بکنیم، حتی در لباس های کلاسیک. اما اگر بخوایم به حالت سطحی به این یقه نگاه کنیم، این یقه رو شاید ما فقط یه نوار 3 سانت یا 4 سانت به دور گردن ببینیم، ولی اگر بخوایم با یک نگاه آگاهانه و عمیق‌تر به این یقه نگاه کنیم، انواع مدل‌های یقه 3 سانت رو ما داریم. اسامی مختلفی روی یقه‌های 3 سانت میذارن. یقه 3 سانت داریم، یقه دیپلمات، یقه آخوندی یا یقه‌های فرنج هم به این یقه گفته میشه که مدل سازی های متفاوتی رو این یقه میطلبه و به عنوان یک خیاط میخوام اینو بهتون بگم عزیزان، یقه ها در خیاطی دنیای گسترده‌ای دارن، چه یقه ها چه آستین، و به عنوان یک خیاط میخوام بهتون بگم که دنیای خیاطی از لحاظ آموزش و آپدیت هیچ زمان به پایان نمیرسه و هر خیاطی باید تمام این مباحث رو هر جایی که میبینه استفاده بکنه و از هر کدوم نکته لازمی رو برداشت کنه تا بتونه مدل‌های متنوعی رو خلق بکنه. اگر یقه‌های ایستاده رو از این به بعد توجه بکنید و با نگاه گسترده‌تر به این نتیجه میرسید که یقه‌های 3 سانت گاهی کاملا صاف و مستقیم در کنار گردن قرار میگیرن به این شکل و از کنار گردن هم روی این مدل شماره 1 خیلی باز نشدن، ولی از ویژگی‌هاش اینه که این یقه کاملا صاف در کنار گردنه. حتی در قسمت پشت هم نگاه بکنیم این یقه هیچ گونه خوابی به سمت گردن نداره، مثل این یقه ببینید کاملا صاف و مستقیم هستن. در رابطه با اینکه دکمه داشته باشن یا نداشته باشن بحث امروزمون نیست. از لحاظ تجزیه تحلیلی میخوایم این یقه ها رو به چالش بکشیم و نگاه شما عمیق‌تر بشه به یقه 3 سانت. اما یقه 3 سانتی داریم که مثل این مدل و مثل این مدل تمایل دارن به سمت گردن و کمی خوابیده تر شدن. روی این مدل برای مثال بهتون میگم، روی این مدل ما مجاز هستیم که کمی یقه رو باز کنیم. روی این مدل ها نگاه کنید از نزدیک، کمی مجاز هستیم باز کنیم، اما روی مدل های شماره 1 یقه بهتره در کنار گردن قرار بگیره. و باز هم مدل هایی رو داریم مثل این مدل که کاملا صاف و دایره‌وار دور گردن قرار می گیرن و هیچ گونه ایستایی ندارن، هم در جلو هم در پشت، دقیقا مثل همون دایره‌ای که بیس اصلی هست روی سینه قرار گرفته. و مدل دیگه‌ای که اینجا می‌بینید و خیلی هم این مدل پرطرف داره اینه که در قسمت جلو کاملا صافه و روی سینه مسطحه، اما در قسمت پشت کمی ایستایی داره، در کنار گردن هم باز کمی ایستایی داره. لازمه در تمام این یقه ها شما بدونید این یقه ها رو با چه ملاک و چه شیب هایی رسم بکنید و همین آموزشی که بهتون بدم مطمئناً از این به بعد شما به دید بازتر و آگاهانه تری به این یقه ها نگاه میکنید. خب همه ما میدونیم که یقه های 3 سانت به این شکل از بیس اصلی جلو و پشت یقه در میاد. من ابتدا میخوام الگوسازی مدل شماره 1 مون رو براتون توضیح بدم، کم کم بریم روی مدل های متنوع‌تر و بیشتر. بیس اصلی یقمون رو که گرد هستش ما باید ابتدا طوری طراحی بکنیم که به حالت ر باشه، یعنی خیلی خالی نشه و دایره وار نشه. و اگر از لحاظ باز شدن روی یقه بخوام بگم چه اندازه مجاز هستیم، چون همه اینها هر کدوم به حدی میتونن باز بشن. در مدل شماره 1 شما مجاز هستید که از گوشه گردن نیم تا نهایت 1 سانت باز بکنید یقه رو و در قسمت جلو هم نهایتا 1.5 سانت، چون اگر باز بشه دیگه اون ایستایی که مد نظرمون از مدل شماره 1 هست رو نخواهیم داشت. پس یقه رو به حالت ر باز میکنیم، مجموع جلو پشت رو به دست میاریم و 2 خط عمود برهم میکشیم.
حالا این که ما یقمون دکمه خور داشته باشه یا روهمگرد به این شکل یا نداشته باشه الان مد نظر ما نیست. اگر داشته باشه که عددی که به دست میاد به علاوه 1.5 تا 2 سانت میشه. پس عددی که داشتیم رو با 2 خط عمود روی هم میکشیم و اینجا میشه 1/2 یعنی قاعده میشه 1/2 یقه جلو به علاوه پشت. حالا عددی که الگوی پشت ما میده به این حالت اون رو هم لازم داریم روی این قاعده علامتش رو میزنیم و یه خط حریم مانند و نقطه چین بالا میریم. این قسمت پشت و سمت راست جلو هستش. پهنای یقمون معمولاً 2.5 تا 3 سانته و تا قسمت پشت یعنی اینجا سرشانه ماست صاف و مستقیم جلو میایم و از اینجا به بعد هست که یقه های مختلف رو ما داریم که البته این یقه و این یقه کاملا متفاوت از این الگوها رسم میشن. هدف ما میزان ایستایی و تمایل به سمت گردن هست. دوستان برای یقه هایی که یقه شماره 1 که گفتیم بیس اصلی باز نمیشه و کاملا صاف قرار میگیره من خط قرمز رو کشیدم. شیبی که بهش میتونم بدم شیبش 2 سانته. در قسمت جلو من 2 سانت از قاعده بالا میرم و این عدد 2 سانت یک دایره ملایم بهم میده، یعنی خیلی کم داره اریب میشه و به واسطه همین صاف میسته. وقتی که میخوام جلوی یقه رو بکشم 2 سانت بالا میرم و این 3 سانتی که از پشت علامت زده بودم رو روی این قاعده قرمز 3 جلو میرم. در قسمت جلو کامل خط کشم و قائمه میذارم، با مداد میکشم چون هدف من فعلا این آموزش نبوده، اما تا جایی که میشه اینها رو توضیح میدم. 3 جلو رفتم و قاعدم که 2 سانت بالا رفته به نسبت این در قسمت جلو هم 3 و علامت میزنم. این یقه من در حالت مربعی هست و اگه بخوام هلالش کنم یه نیم ساز 1 سانت اینجا میدم. این نیم ساز رو که دادم به نسبت اون نیم ساز هلال قرمزم طراحی میشه و مدل شماره 1 هم به دست. برای مدل شماره 2 که این یقه ها هستن، این یقه و این یقه که تمایل دارن به سمت گردن و خوابیده تر میشن و در قسمت پشتشون هم باز خوابیده تر میشه. ببینید به این شکل خوابیده تر شدن و مثل این یقه که خوابیده تر هست ما باید این میزان اریبیمون بیشتر بشه. برای این مدل ما شیب 3 سانت رو میتونیم بدیم. ببینید برای خط سبز 3 سانت رو جلو میریم و اریبیش کمی بیشتر میشه. میبینید قسمت بالایی یقه ما جمع تر شده. وقتی که این قسمت جمع تر شده یقه من بیشتر به سمت گردن تمایل داره و از حالت ایستاده خارج میشه. مورد مهمی که اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که ما روی این یقه ها دستمون بازه که یقه رو بیشتر باز بکنیم. وقتی که من میخوام یقم رو بیشتر باز بکنم این شیب هم به باز شدن یقم ارتباط داره. در این حالت من یقم رو میتونم بین 2 تا 3 سانت از گوشه گردن باز بکنم. وقتی که این میزان 2 الی 3 سانت رو از گوشه گردن باز میکنم بازم این بستگی داره، شیب یقه من بستگی به این باز شدن داره. وقتی که 2 سانت باز میکنم 2 سانت باز میکنم با شیب 3 سانت میرم جلو. پس در نوع دوم هم یقه من از گوشه گردن باز شده هم تمایل داره به سمت گردن، پس شیب 3 سانت رو میام. در این حالت هم 2 سانت یقه من باز شده. اما مدل بعدی که یقه من باز از گوشه گردن بیشتر باز شده، ببینید در حالت 3 سانت هست که نهایتاً 3 سانته. در حالت 3 سانت باشه من شیبم رو میتونم 4 سانت بیام. ببینید در این حالت خط آبی 4 سانت بهش شیب میدم، یعنی از قاعده میرم بالا و هلالم رو میکشم طبق همون مدادی که اینجا رسم کردم، باز هم با همون زاویه 3 سانت و همشون در نقطه خط سرشانه که میزان پشت هست در این ناحیه همه ثابت هستن از لحاظ راستایی و از اینجا به بعد هست که میچرخه.
این 4 سانتی که یقه من باز شد میشه خط آبی، 3 سانت که یقه من باز شد با شیب 4 سانت یقه آبی کشیده شد. یه مورد هم باید اینجا حتما بهتون بگم، وقتی که ما یقمون باز میشه، یعنی 1/2 جلو پشت رو اندازه گرفتیم و این عدد رو میخوام روی شیب بالاتر لحاظش کنم، گفتم مثلا یقه من 20 سانت شده، روی مدل شماره 1 که خط قرمز هست این 20 سانت رو باز باید بیایم اینجا کنترل بکنیم، چون خط اوریب میشه کمی طولانی تر میشه و احتمالاً بشه مثلا 20 و نیم، که این 20 و نیم رو که این نیم سانت رو از پشت کمش میکنم. اما روی مدل های دیگه این یقه طولانی تر میشه وقتی که با شیب بالاتر میرم. مثلا بالاتر از 3 سانت که میرم یقم حدودا میشه 21. دیگه این 1 سانت رو من از همین ابتدا به جای اینکه یقم رو بگیرم 20 سانت میگیرم 19 سانت که در نهایت که رفت بالا بشه 20. مورد شماره خط آبی که با شیب بالاتر هست و شیب 4 سانت، روی این مدل هم به جای عدد مثلا 20 سانتمون منهای 2 سانت من اینجا یقم رو میگیرم میشه 18 سانت و وقتی 18 سانت رو بکشم در نهایت چون خط من طولانی تر شده عدد 20 در میاد. پس این هم تمام تغییراتی که باید بهتون میگفتم، اما مدل های بعدیمون کلن الگوسازیشون با این روش متفاوته. حالا مدل های بعدی از یقه های 3 سانت میره به یقه هایی که میتونیم و مجاز هستیم از گوشه گردن یقه رو باز کنیم. روی این مدل ها ما دیگه مجاز هستیم به هر اندازه‌ای که میخوایم یقه رو باز کنیم. چرا؟ چون دیگه این یقه از بیس اصلی یقه الگو برداری میکنه، حتی میتونیم تا لبه های سرشونه هم اینو باز بکنیم و قراره مثل یک نوار بچرخه. روی این مدل ها ما سرشانه پشت و جلو رو به هم دیگه میچسبونیم و به اندازه‌ای که میخوایم قشنگ مثل پایه یقه، مثل بیس خود اصلی یقه ازش الگو برداری میکنیم و به پهنایی که دوست داریم. حالا هم میتونیم فاصله بهش بدیم، هم میتونیم در کنار هم به صورت لب به لب. تماما دیگه روی مدل دست خودمونه. حتی میتونیم بیس اصلی رو یقه 7 قرار بدیم. حالت حتی میتونیم جلو رو بهش هلال بدیم. تماما دیگه دست خودتونه. این میزان جدا شده و این میزانی که قرار یقه من بشه رو جدا میکنم. در قسمت پشت روی دولای بسته قرار میگیره. روی سرشانه خط سرشانه رو نداریم، به صورت یه تیکه برش میخوره و دوخته میشه به بیس اصلی. اما مدل بعدی چه فرقی داره با این یقه مسطح؟ در یقه بعدی که تکنیکی تر از یقه های دیگه است، روی قسمت جلو یقه مسطح شده روی سینه، اما در کنار گردن و پشت باز هم یقه به حالت ایستاده هست. تکنیکی که روی این یقه داریم اینه که شما یقه رو به هر اندازه‌ای که میخواید میتونید باز کنید. نهایتاً حالا یقه‌ای که بخوام بگم باز کنید میتونید تا 3 سانت در قسمت سرشانه، 1.5 تا 2 سانت در قسمت وسط پشت و در قسمت جلو هم حالا همین بیس گرد رو میذارم. در رابطه با لقی گیری هاشون من نسبت به لقی گیری ها فعلا چیزی توضیح نمیدم، چون لقی گیری های یقه ها در متد های مختلف میتونه متفاوت باشه، چون بیس های یقه هاشون متفاوته. در قسمت جلو به این اندازه باز شد و این هم خط سرشانه ما. نسبت به بازی که بهتون دارم میگم دوستان، این یقه بیس اصلی ببینید این نوار زیر نوار 3 سانته و با نوار 3 سانتی که دوخته شده یقه مجددا بسته شده. پس این رو باید برآورد کنید که یقه شما قراره در انتها تا چه حد باز بشه. اون رو حتما بهش توجه کنید و روی این مدل هم دیگه حد اکثر شما تا 3-4 سانت زیر یقه، یعنی تا قسمت جلو هم میتونید باز کنید. اصلی رو به این شکل روی یک کاغذ دیگه میچسبونیم و مدل یقه‌ای که میخوایم بر نوار یقه ما باشه رو روی کاغذ جدید طراحی میکنیم. حالا به هر اندازه‌ای که دکمه خور داره یا نداره تماما دست
خودتونه و کاملا سلیقه‌ای هستش. یقه رو، یقه 3 سانت رو دور تا دور، حالا با پهنای 3 با پهنای 2.5 هر اندازه‌ای که میخواین به دور تا دور یقه میکشیم. من با پهنای 2.5 سانت میکشم. دوستان وقتی که یقه ما داره باز میشه، ما دیگه به این روش نمیتونیم شیب بدیم و شیب رو تا جایی که ممکنه هی اینو بالاتر 7 سانت 8 سانت دایرش کنیم. یقه خوبی بهمون نمیده. اما برای اینکه یقه های ما باز بشن و بتونیم بهش هلال بدیم، هم ایستایی داشته باشه هم مسطح باشه، به این روش عمل میکنید. قسمت پشت روی باز شده رو سانت میزنیم، هر عددی بود یادداشت میکنیم. با متر ایستاده مترش میزنیم. 11 رو داده. یقمون هم قراره در قسمت جلو به این شکل بشه. این 11 سانت رو از قسمت پشت گردن، ببینید از سرشانه به این شکل با شیب مورد نظری که خود یقه من داره بهم میده به این شکل جلو میرم. ببینید قشنگ با شیب یقه گردمه. 11 سانت هم از اینجا شروع میشه. پشت یقم هم که حالت قائمه میگیره، با پهنای 2.5 سانت که اینجا داده بودم 2.5 سانت رو مجددا میکشم و به گوشه گردن صفر میکنم. به این حالت. و حالا این یقه رو درش میارم. به این حالت. ببینید یقه در قسمت روی کاغذ سفید میذارم که مشخص بشه، در قسمت وسط پشت، و این هم هلالی هست که با توجه به باز شدن یقه من خود به خود ایجاد شد. و اگر میخواستم روی این مدل یقه من اینو پیاده بکنم، میزان دقیقی برای هلال شدن نداشتم که به چه اندازه شیب بدم و بالا برم. روی این روش شما شیب رو خود به خود با استفاده از یقه باز شده در آوردید. این هم یک مدل از یقه ها هست که وقتی شما این رو میبندید، ببینید به این شکل در کنار گردن حالت ایستایی داره و به حالت صاف قرار میگیره و مثل این یقه به دور گردن نمیشینه کلا دور تا دور بخوابه مثل یک دایره، اما در کنار گردن این مدل یقه کاملا ایستایی داره. دوستان من تو اینجا چند مدل یقه رو براتون روی دولای بسته گذاشتم و کشیدم. ببینید یقه ها در حالت اولیه که قرار بود به حالت شماره 4 و شماره 1 باشه، تفاوت الگوهاشون در اینه. ببینید شیب هر چقدر بالاتر میره یقه ما به حالت دایره وارتر میشه و به سمت گردن تمایل پیدا میکنه و این قسمت لب خارجی یقه، نه لب داخلی که به یقه دوخته میشه. این لب بیرونی یقه ببینید تمایل داره به بسته شدن و این نشون میده که این یقه به سمت گردن تمایل داره و این یقه‌ای که صافتره با شیب 2 بود قرار ایستاده تر بیسته. امیدوارم که از این آموزش جامع و کامل که تماماً به عشق همراهی شما در کنار هم این آموزش ها قرار میگیره و کل مجموعه زیپ کوک با عشق در کنار شما هستش، امیدوارم که این آموزش برای شما کاربردی باشه و مطمئن هستم بعد از این آموزش شما نگاهتون به یقه 3 سانت کاملا تغییر میکنه. میدونم که هیچ جا این آموزش ها رو به این شکل در اختیار شما نذاشتن، چون دوستان من روش آموزشیم طوری هست که آموزش هام رو به حالت تجزیه تحلیل در اختیار هنرجوهام میذارم و هر عددی رو اگر میگم علتش رو میگم، مفهومش رو میگم و اگر تغییراتی روی اون عدد ایجاد بشه چه تغییراتی در خروجی ما ایجاد میشه. مهم اینه که خیاط های ما به حالت آگاهانه کار بکنن و بدونن
با دست باز و با اعتماد به نفس کامل بتونن تغییرات روی بیس های اصلی که آموزش دیدن بدن و مدل های متنوع تری خلق بکنن. این روش آموزشی صحیح هست. مورد بعدی که یقه این شومیز بود که قرار روی گردن از قسمت جلو مسطح باشه و در قسمت پهلوها از سرشانه باز هم ایستایی داشته باشه، این یقه است. و یقه هم که قرار کاملا مسطح به دور گردن بچرخه، مثل این مدل یا این مدل که با استفاده از بیس اصلی یقه کپی برداری شد، سرشانه ها به هم وصل شد، این قسمت پشت، یقه به این شکل کاملا دایره میشه. تمام فوت‌های کوزه‌گری رو در اختیار مخاطب قرار بدید، در اختیار دانشپذیر. تا پله های موفقیت دانشپذیر در این حالت چندین پله از مدرس و مربی بالاتر خواهد رفت. شرطی که تمام این آموزش ها رو به حالت تمرینی و عملی هم پیاده بکنید و به حالت ذهنی فقط کار نکنید.